بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و عزیزان و سروران. امیدوارم هر کجا که هستی توفیقات روزافزون الله متعال قرین راهتان باد. الله رو بی نهایت سپاس از اینکه یک بار دیگر این فرصت نصیب راه ما و شما عزیزان گردید تا در برنامه دیگر از برنامه‌های سفره دل در کنار جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز درد دلی داشته باشیم و در گفته‌های دیگر از موضوعات این برنامه. در ابتدا از طرف شما عزیزان و به نمایندگی از شما خدمت جناب دکتر عرض سلام دارم و ادب و احترام و خوش آمد میگم حضورشون رو در این استودیو. خوش آمدید. خیلی خیلی ممنون، تشکر استاد بزرگوار. البته ما درد دلی یعنی چی درد دل کنیم؟ ما اونجا اومدیم که دردها رو از دلها برداریم، راهکارها رو پیش کنیم. با عرض سلام خدمت شما خوبان که ما رو همراهی میکنید، انشالله بتونیم در این برنامه هم با هم فضای خانواده رو یه مقداری رو راسترش کنیم. اونایی که به اصطلاح از جوونا، ما اصلا من بر این باورم که ما در جامعه غیر از جوون نداریم. یه برنامه زیبایی هم داریم در رادیو پیام اسلام به نام سه نسل جوان. جوانای دیروزی که هم ما رو همراهی میکنن و جوانای امروزی و جوانای فردا. هر سه نسل جوان انشالله بتونن خانواده های پر از عشق و صمیمیت و محبتی رو به بار بیارند و جامعه رو ما رشد بدیم. در سایه محبت و عشق جامعه رشد میکنه. در خدمت شما هست. جناب دکتر این رو به خاطر این گفتید که میخواید بگید که شما جوونید هنوز؟ این رو به خاطر این گفتم که جوونی یک احساس هست. جوونی یک مثلا احساس هست. وقتی که شما احساس میکنید جوونی، الان دنیا و زمین و زمان به هم بخوره شما جوونید. اما اگر هر وقت احساس کردید که افتاده اید، پیرید، ناتوانید، شما ناتوانید، حتی اگر فرزند 2 ساله باشید. یعنی خلاصه خودتون جوانید الان؟ بله دیگه، ما غیر از جوان چی میتونیم باشیم؟ راست گفتن که پیری آن نیست که آید موی سپید بر سر، هر جوانی که به دل عشق ندارد پیر است. چند وقتی درباره این عشق داریم صحبت میکنیم و دنیای جوانی که دنیای عشق است به معنای حقیقی و صحیحش. و در برنامه‌های گذشته جناب دکتر چند موضوع عاشقانه در کانون پرمهر خانواده، آنچه که ارتباط بین دو همسر رو گرمتر و زیباتر و صمیمیتر میکنه صحبت کردن. از راهکارهای عشق و از کلیدهای عشق و از زبانهای عشق. امروز هم همچنان جناب دکتر در اثبات موضوع جوانی و اصل صفت مهم این دوره همچنان موضوع دیگری رو برای ما شما بینندگان عزیز در نظر گرفتن. در میدان عشق، میدون هم نیست، حالا قبل از میدون، از این میدون تا اون میدون بین 2 تا میدون یک جاده است، یک خیابان است. عنوان رو انتخاب کردن به اسم خیابان عشق. جناب دکتر خیابان عشق یعنی چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. در حقیقت در زندگی زناشویی و در زندگی مشترک ما یک خیابان یا اتوبان عشق داریم. پیش بعضیا خیابون میشه، پیش بعضیا اتوبان میشه، پیش بعضیا و اما پیش بعضیا هم یه راه تنگی میشه، یه کوچه بنبست. بنبست حالا بعضی اگر نخوان میتونن بنبستش هم کنن. در هر صورت چرا این عنوان رو انتخاب کردیم؟ فضای خیابان رو میخواییم که به اصطلاح در محیط خانواده مقداری به هم ربط بدیم. وقتی شما وارد خیابان میشید، میخواید رانندگی کنید، هدفی دارید، به مقصدی، به سوی مقصدی حرکت میکنید. اولین موردی که برای شما مطرح هست اینه که باید گواهینامه داشته باشید تا نزنیم ور اون ور، کسی رو له نکنید، خودتو چطور نکنید. خب وجود گواهینامه خیلی مهم هست. وقتی که مثلا عزیزانی برای ما به اصطلاح درد دل میکنن که در زندگی خانوادگی موفق نیستند و فلان و از این حرفا،
وقتی میگیم که آقا شما مثلا محبت رو میشناسی، تجربهش کردی، دیدید، خوندید، همه اینها، میگن نه. خب چیز طبیعی است که وقتی انسان چیزی رو نمیدونه، این خانواده امکان داره بعد از 30 یا 40 سال به اون حرفی برسه که ما میخواستیم که روز اول به اون حرف زندگیشو شروع کرده باشه. کسی که رانندگی هم بلد نیست پشت فرمون میشینه، خلاصه بدین در بزن، به اون دیوار بزن، ماشین رو داغون کن، بالاخره بعد از یک چند وقتی در داغون کردن 4 5 تا ماشین بالاخره یاد میگیره. اما وقتی یاد میگیره که مثلا دستشو از دست داده، چششو از دست داده، گوشش کنده شده و خب 5 تا ماشین هم خراب کردن. ما میخوایم که مثلا از روز اول با ماشین اول بتونه مثلا رانندگی درستی داشته باشه و به مسیر خودش حرکت کنه. خب اولش که این به اصطلاح گواهینامه، این دیگه کار آقای سلیمانی است با سفره دلشون که دوستان بیان. گواهینامه نداریم هنوز، نصف کار موندیم توش. گواهینامه به اصطلاح عشق که داریم. اینی که به اصطلاح عزیزان با مرور برنامه سفره دل، خب گواهینامه زندگی پر از عشق و مهر و محبت رو میتونن به دست بیارن. خب مرحله بعدش در خود همین خیابون، خب عشق تنها که شما نیستید که رانندگی میکنید، خیلی های دیگه هم هستن. یکی کج میره، یکی راست میره، یکی آشناست وای میسه با شما سلام علیک میکنه، راه بندون درست میکنه، یکی میزنه به کسی دیگر، اونم در محیط نمیدونم خاله، نمیدونم با شوهرش مشکل داره، نمیدونم من طرفدار شوهرشم، اون خانم هم طرفدار خاله‌ش، و به هر حال یه رابندون اینجا درست شده، یه جر و بحثی هست و آقا کی به کی زد، چرا زد، فلان. همین اتفاقاتی که دقیقاً تو خیابون میفته در تاثیرگذار هست. منو به اصطلاح راه بندون برای من ایجاد میشه. اینجا بعد پلیس و راهنما رانندگی در کار میشه، احیانا آمبولانس در کار میشه که کسی زخمی شده، احیانا کارا به جایی میرسه که دیگه اصلا طرف از اون ور اومده اشتباهی پشت سرش ماشینا حرکت کردن، تو مسیر خودش نیست، اینم تو مسیر به اصطلاح راه بندون ایجاد شده، الان نه اون راه پس رفت داره نه این راه رفت داره. اینجاست که به اصطلاح نیاز میشه احیانا که به اصطلاح هلیکوپتر هم استفاده کنن، ماشینا رو بردارن یا راه فرعی جاده‌ای بزنن، مثلا یه جوری قضیه رو حلش کنن. در محیط به اصطلاح این شلوغی فضای خیابون عشق، فضایی که ما داریم، در این شلوغی با همه این مشکلاتی که ایجاد میشه، با انواع و اقسام مردمی که هستن، خب این فوش میده، این بازاری است، اون مرتب و مهذب است، این نمیدونم با دو چرخه اومده، اون با یه موتورسیکلت مثلا وراقی اومده، این با یک نمیدونم کمپرسی نمیدونم درب و داغون اومده، اون با ماشین آخرین سیستمش اومده، فلان. هر نوعی از افراد و دیدگاه ها، نمیدونم اخلاق ها، رفتارها، سطوح مختلف زندگی، همه اینا هست. خب و همه این به اصطلاح یکی اصلا با خریداری هست، تو وسط راه روش هم نمیدونم چراغ راهنما هم گذاشته. خب اصلا تو خود مسیر هم چراغ راهنما هست که ما رو به اصطلاح میگه این ور برید اون ور برید یا نرید یا وایسید. همه اینها در این فضای شروع با این واقعیت جامعه، من نوعی چطور احساس سعادت بکنم، چطور احساس آرامش بکنم، چطور این عشق و محبتی که در محیط جامعه خانوادگیم هست این رو حفظش کنم در فضای همه این شلوغی، چطور اون احساسات خودم رو ابراز کنم. خود همین احساساتی که در فرد هست، این احساسات باید ابراز بشه. طرف وقتی که عصبانی میشه، طرف احیانا میبینیم که حضرت یعقوب علیه السلام بچهش رو از دست داد، چی شد؟ از بس همین فشاری که روش اومده بود باعث شد چشاش از دست بده. کسی دیگه رو ما داریم که نمیدونم یک مشکلی براش پیش اومد سکته کرد مرد، یا فلان کس رو داریم که نمیدونم. یعنی این ابراز احساسات رو باید ابراز کنیم. اگر من ناراحت هستم، این ناراحتیم رو چگونه ابرازش کنم، کجا باید ابراز کنم و کجا هم به اصطلاح توجهی بهش نداشته باشم یا غیر مستقیم پیامم رو برسونم. بعضی از افراد هستن که کار میکنن خیلی بده ها، خب بدون اینی که به اصطلاح
احساسات همسرم رو جریحه دار بکنم. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم خیلی وقتا این شیوه اصلاحشون بود. ما بالو اقوام یفعلون کذا و کذا، چی شده بعضیا همچین کارایی میکنن، خوبیت نداره. این مسائل و اینی که در فضای زندگی من واسه کی زندگی میکنم، آیا مثلا دیگران در فضای زندگی من میتونن دخالت داشته باشن؟ یعنی من مثلا چی باشم؟ من میتونم یه ترموستات باشم که من روی یک مثلا کولر نصب شدم تو این فضای خانواده. الان خارج از این استودیو هوا چی هست؟ گرمه، سرده، نباید روی من تأثیر بذاره. فضای خارجی اثرش رو من چی هست؟ این هم خیلی مهم است. خب آیا من اجازه میدم که هر چیزی که در خارج هست روی من تأثیر بذاره؟ هر مشکلی که در خارج هست، هر مصیبتی که به وجود میاد، هر نمیدونم تصادفی که در این خیابون میشه روی من نوعی اثر بذاره؟ یا نه من این ترموستاتم خیلی قوی هست که من این فضای خودم رو، این آرامش خودم رو، این فضای خودم رو حفظ میکنم، حالا بیرون میخواد سرد باشه، میخواد گرم باشه، بر اساس به اصطلاح من یک حالت نرمالی به وجود. این انتخاب منه. من میخوام زنبور عسل باشم یا میخوام مگس باشم. زنبور عسل و مگس فرقشون چی هست؟ زنبور عسل هر جا عسل درست میکنه. حالا مثلا یک گلستانی هست، زنبور عسل چی به راحتی عسل درست میکنه. یه جای دیگه هست که گل اصلا وجود نداره، زنبورا رو ما آوردیم. اصلا منطقی هست که به اصطلاح شهرداری میاد همه اشغالاش اونجا میندازه. این زنبور عسلی ما میره در بین همین اشغالا میگرده، یه جایی یه طوری، حالا این مشکل خودش هست که چطور عسله رو درست کنه. در مقابل باز میبینیم که مگس رو هم ببریم توی گلستان، میره روی گلا، درسته که میره روی گلا، اما کجا میره روی همین گلا 1000 تا گل هست، در بین 1000 تا گل یک گلی رو میبینه که روی اون گل یک کثافتی هست، میره روی همون کثافت میشینه. خب این انتخاب خود من هست که من میخوام در خانواده‌ام در این فضای به اصطلاح که میتونستم یک فضای پر از عشق و محبتیش کنم، زنبور عسل باشم یا مگس باشم. در این خیابون شلوغ انتخاب با من هست که چطور رانندگی کنم و چطور با دیگران برخورد داشته باشم و چطور سرعتم چطور باشه که به اون هدفی که میخوام برسم سر وقت برسم، وقتم ضایع نشه، به دیگران مثلا لطمه این وارد نکنم و خودم هم سالم و قبراق و با سعادت و با احساسی که بسیار دارم. مثلا سر خیابون ما در خیابون چرا میریم؟ مثلا اون طرف میخواد بره سر کارش. خب این زاویه به اصطلاح فکر خودش رو وقتی که نمیتونسته با اون ترموستاتش رو نتونسته خوب تنظیم کنه، این اصلا سر کار میره داغون است. خب این مسیر خیابون این رو اصلا کلا داغون کرده. یه کسی دیگه هست نه، مسیر همین مسیره، همین شلوغی است، همین مشکلاتی که تو هر خیابونی هست وجود داره، اما وقتی سر کار میرسه قبراق و شاد و بسیار پر از انرژی است، چون طبیعت این مسیر رو درک کرده و باش کنار اومده. چون که نه، طبیعت مسیر که همه طبیعت مسیر همین هست، خودش رو شناخته. زاویه ببین، یه مثال بزنیم. ما در بین صحابیات یه شخصیتی داریم واقعا عجیب است. خب خانومی هست، ادیب، سخنور، شاعر، نامدار به نام خنسا. این خنسا خانم در زمان جاهلیت قبل از اسلام این بنده خدای برادری داشت به نام صخر. برادرش تو همین جنگای قبیله‌ای و نمیدونم کشته شد. این چون که ادیب هم بود، همش احساسات و عواطف، ادیبا مثلا خودشون اصلا یک کوهی از عاطفه و لطافت پروانه میمونه، مثل پروانه میمونه. حالا این پروانه خانم چیکار کرد؟
از بس به اصطلاح در وصف برادرش گریه کرد و شعر نوشت و اینا که میگن کور شد. همین شخص بعد اسلام اومد، خب عقلش باثبات بود، ادیب بود، قرآن و تا صدای قرآن رو شنید لبیک گفت، مسلمان شد. همین فرد میاد در یک غزوه در راه خدا 4 تا از بچه ها شهید میشن در جنگ برای دفاع از دین، در جنگ دفاع از همین به اصطلاح قرآنی که بهش ایمان آورده و با عشق و محبت اون رو در آغوش گرفته. الان بعد از کشته شدن 4 تا فرزندش در یک جنگ، این اصلا خوشحال است که فرزنداش قبل از اون وارد بهشت شدن. خوشحال است که تونسته برای اون هدفی که داره برای رسیدن به خدای منان 4 تا فرزند پیشا پیش تقدیم کرده به خداوند منان. یعنی اینی که من یک زاویه امروز هم آوردم که دیگه حالا شما نگید که بعد چی میاری؟ کلید میاری یه بار نمیدونم چی. این زاویه هست. یه گوشش. اینو. اگر ما بنویسیم اینجا الله. بله. بنویسیم چی؟ الله. و ما در زندگی زناشویی اینجا منم، اینجا خانمم. هرچه ما دوتا از اینجا خودمون رو به خدامون نزدیکتر کنیم، چه اتفاقی میفته؟ به هم دیگه نزدیکتر میشیم. به همون اندازه ای که یکی از ما یا هر دوتامون از خداوند فاصله بگیریم، چی میشه؟ از همدیگه هم دورتر میشیم. از همدیگه هم دورتر میشیم. این حکایت. خب که من در این به اصطلاح خیابون عشقی که میخوام برم، هدفم چی هست؟ هدفم رضایت مردم هست. هدفم اصلا خدمت به شوهرم هست. خب خدمت نکنم مردم چی میگن؟ خب اگه من به اصطلاح به خانمم نرسم، مردم چی میگن؟ میگن عیبه، میگن بخیله، میگن نمیدونم فلانه. خب همیشه وقتی که انسان بخواد یک کسی دیگر رو، یک انسانی دیگر رو راضی کنه، هدفش رضایت اون فرد باشه، چه اتفاقی میفته؟ به مشکل میخوره. اتفاق میفته که از چشم همون فرد میفته. ببینید مثلا فلانی میاد خیلی خودش رو پیش فلانی عزیز میکنه، فلان میکنه، تا به اون هم دیگه چپ چپی میکنه، حرفا میزنه، بعد میگه چی؟ ای بابا همین خیلی آدم چاپلوسیه ها. کلا از چشمش میفته. همین به اصطلاح وقتی که من میخوام که به اصطلاح من شوهر میخوام که این کار رو بکنم، خب زنمه، مردم چی خواهند گفت؟ من همسر میخوام که شوهرم رو راضی کنم و خب به هر حال دیگه بده، طلاقم میده، نمیدونم فلان هست. من فرزند میخوام پدر و مادرم رو به اصطلاح بهشون برسم، خب چی؟ همه میگن عیبه، بچه به اصطلاح نابخردی هست و نمیدونم عاقلی هست و فلان. وقتی که هدف من این افراد باشن، من در این خیابون عشق موفق نمیشه. هدف اصلی چیه اینجا؟ هدف اصلی این زاویه است که من میخوام خودم رو به الله نزدیک کنم. وقتی که من شوهر میخوام به خدا نزدیک بشم، من همسر میخوام به خدا نزدیک بشم، خود به خود به هم دیگه نزدیکتر میشیم. چه وسایلی ما کمک میکنه جناب دکتر که ما این هدفی رو که شما گفتید بهتر بتونیم بهش برسیم و راحت‌تر بتونیم که این هدف رو محقق بکنیم؟ اولین اهرمی که ما رو نزدیک میکنه به این هدفمون در فضای عشق، همون ایجاد یک نوع محبت و عاطفه است. محبت و اصلا دین ما دین عشق و محبت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ما فرمودند که ببینید لن تدخلوا الجنة حتی تؤمنوا، امکان نداره وارد بهشت بشید مگر اینی که ایمان بیارید و امکان نداره که مؤمن باشید حتی تحب، تو هم دیگه رو دوست داشته باشید. خب میخوایم پیامبر وقتی میبینیم پروسه اجراییش در مسیر دعوت، اولین کاری که میاد به اصطلاح مدینه منوره انجام میده، 2 کار میکنه که هر دوتاش کاشتن نهال محبت هست.
اولین کاری که رسید به مدینه منوره چیکار کرد؟ مسجد ساخت. مسجد ساخت. مسجد چی؟ مسجد رابطه محبت بنده بله تعالی با الله تعالی رو درست میکنه. خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از دعاشون چی بود؟ اللهم انی اسالک حبک. خدایا من محبت تو رو میخوام، دوستی با تو رو. اللهم انی اسالک حبک و حب من یحبک، و محبت هر آن کسی که تو رو دوست داشته باشه. تو رو دوست داره. و حب عمل یقربنی الی حبک، منو میخوام که اون کاری رو و اون مسیری رو که منو باعث میشه که من پیشت عزیز بشم، اون رو در چشم من عزیز و محبوب قرار بده، من دوست داشتنی باشه که با عشق و علاقه به طرف اون حرکت کنم. و حب عمل یقربنی الی حبک، یعنی کل پروسه من رسیدن به محبت و عزیز شدن پیش خداست. خب این از مسجد. بعد از اون اولین کاری که کرد چه بود؟ پیمان مهاجرین انصار. پیمان برادری. یعنی محبت. ببینید ما دو تا دوست داریم، میگیم اینا خیلی با هم دوستن ها، انگار که برادرن. خب دو تا برادر داریم که با هم باز دوستن، میگن این برادرها خیلی هوای هم دیگه رو دارن، انگار که دوستن. یعنی همین برادری و دوستی با هم گره خوردن، انگار که دو کلمه مترادفن که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پیمان برادری بستن. پیمان برادری خود به خود چیکار میکنه؟ پیمان خواهری رو هم به همراه داره. یعنی دو تا شخص با هم کاملا بیگانه، یکی نمیدونم مثلا سلمان فارسی خب ایرانی هست، فارسی زبان هست، اصلا از این منطقه نیست، از منطقه مدینه نیست، از بین عربا نیست، از ایران اومده، با ابودردا مثلا که ابودردا یک عرب هست، با یک بسیار فرهنگ دیگه، با یک خانواده دیگه، از هم اینا رو با هم برادر میکنه. وقتی برادر شد زناشون میشن زن برادر، خب بسیار بچه هاشون میشن پسر عموی هم دیگه. خب کل این خانواده یک که به اصطلاح تار و پود اجتماعی دیگه ای به وجود میاد که مبنای این تار و پود محبته. خب من الان در این به اصطلاح مسیر عشقی که انتخاب کردم این محبت رو باید خیلی خیلی پررنگش کنم. اگر من این محبت رو به وجود آوردم چه اتفاقی میفته؟ محبت استاد سلیمانی عزیز و عشق کارش به کار خارق العاده است، اصلا معجزه میکنه، یعنی یه چیز رو دگرگونش میکنه. شما میخواید یه چیز رو عوض کنین، میخوای اخلاق طرف دیگه رو عوض کنی با چی؟ محبت. با محبت. میخواید رفتارش رو عوض کنی؟ با محبت. با محبت. تا محبت نباشه تغییر امکان پذیر نیست. ببینید یه بنده خدایی هست در بین صحابه، اصلا حکایتش عجیبه، اسمش هست طفیل. طفیل ابن عمرو دوسی فکر کنم اگه اشتباه نکنم. این بنده خدا اولا خیلی آدم با کلاسی هست، دوما خیلی باسواد، شاعر است و نویسنده است و خطیب است و فلان. این میاد مکه مکرمه و مسلمون میشه. الان میخواد که به اصطلاح خانمش رو به اسلام دعوت کنه. یه راهش اینه که یه قرآنی دست خودش بگیره، بره پیش خانمش بگه خانم این قرآن خداست، کلام الله است، معجزه است، خب بیا مسلمون شو، بیا برات قرآن بخونم، فکر کن، مسلمون باشو. خب این یه راهش هست، درسته؟ بله یه راه. اما یه راهی دیگه هست که خب حالا تا این بنده خدا خانمش حالا باسواد هست نیست، بیاد بفهمه تا نمیدم دوزاریش جا بیفته، خیلی وقت میگیره. طفیل هم که اینقدر دیگه بیکار نیست، میخواد کل جامعه رو تغییر بده. اما یک کار دیگه میکنه، از همین محبت استفاده میکنه. چطوری؟ میاد میگه که خانم نه من نه تو، دیگه الان من و تو
من و توی دیروز نیستیم. توفیل جان عزیزم فدات شم، قربونت برم، از سفر اومدی خسته، چی شده؟ الهی. میگه که هیچی، من مسلمون شدم، تو مسلمون نیستی دیگه، ما اون توفیل و مثلا سکینه بیبی نیستیم ما. میگه ما سکینه بیبی و توفیل قدیم هستیم، ما عاشق داده هم هستیم، تو چی شدی؟ مسلمون شدی؟ من هم مسلمونم. خوب شد. اصطلاح محبت رو اینجا خوب به کار میگیره. خیلی اصلا اسلام وقتی اومد در در مدینه منوره، در مکه مکرمه فضای محبت، در همون فضای تنگ محبت کاراییش داشت. خیلی. پیامبر اومد پیش همسرشون، چی شده؟ اسلام اومده، خب محبت اینجا دیگه من و تویی نداریم. خدیجه فوراً صدیق رفت در جا قبول کرد. اما بقیه چی؟ بقیه رو باید رسوند، فهموند، باید از روی یک نوع قناعت و دین، همین اصلا دین ایمان آوردن، باور کردن و قبول کردنه. در مدینه چه اتفاق افتاد؟ در مدینه خیلی از این جوونا بعد از پژوهش و نشستن با پیامبر و جر و بحث و اینا دیدن که بله واقعا اسلام حقه، اینا قبول کردن. اما کل جامعه مدینه چی؟ سلاح محبت بود. این جوانایی که اسلام رو قبول کردن تو جامعه خیلی عزیز بودن. خب هر کسی می اومد پیش خانواده و قبیلش، اسید ابن خدیر رو نمیدونم سعد ابن معاذ و همه چیکار کردن؟ رفتن پیش خانواده هاشون، اینقدر عزیز بودن گفتن که دیگه نه من نه شما. چی شده سعد جان؟ نه من نه شما چی هست؟ شما نور چشم ما هستیم، نور چشمی تموم شده، یا من مسلمون شدم، ما هم مسلمونیم. یعنی امکان نداره تو یه چیزی رو قبول کنی که اشتباه باشه، تو خیرخواهی ما غیر از خوبی ازت ندیدیم. این سلاح محبت اگر میتونه دین یک فرد رو عوض کنه، شخصیت یک فرد رو عوض کنه، کالبد فکر و اندیشه یک فرد رو عوض کنه، نمیتونه اخلاقش رو عوض کنه، نمیتونه رفتارش رو عوض کنه. اون عزیزانی که میان به اصطلاح برگای آچار برای ما به اصطلاح شکایت می‌نویسن که شوهرم فلانو فوش میده، شوهرم بد اخلاقه، شوهرم فلانه یا خانمم فلانه علانه. عزیز من، مشکل اینجاست. اگر واقعا شما محبت رو میساختین چی میشد؟ اینطوری نمیشد. و محبت هم یه طرفه است. آقا من بهش محبت میکنم، عشق میکنم فلان، اون اصلا به من توجه نمیکنه. اونی وجود نداره در مسیر، در خیابون محبت، در خیابون عشق راننده تویی. ماشین دو راننده ای ما نداریم. حالا اگه داشته باشیم خوبه، این ماشین دوتا راننده داره، خب دیگه بهتر میچرخه، دوتا فرمون داشته باشه، خیلی خوبه، این چیز خوبیه. اما یه نفری که میتازی دیگه یه نفریه، طرف دیگه رو میکشونیش، اون طرف دیگه نشسته قر میزنه، نمیدونم بد میگه، خوب میگه، هرچی هست، اون به من ربطی نداره. من باید این مسیر عشق رو طی کنم، منم که میسازم. حالا جناب دکتر شما اشاره میکنید که موضوع بحث محبت، یعنی اگر یک نفری، حالا خلاصه بکنیم چون سوالها در این باب خیلی وقتا وارد میشه میاد، خانمی از آقا گله میکنه، آقا شوهر من نمیخواد و به درد من نمیخوره و منو درک نمیکنه و یکی از این پیام ها نوشته که هیچ کاری نمیکنه. حالا من تعبیرش که آروم‌تر کنم، تعبیرشون تندتر، که هیچ کاری نمیکنه، حتی تعبیر خودشونه که یه لامپ هم تو خونه زحمت نمیده به خودش عوض بکنه و من اهمیت نمیده. و این گلایه هایی که خواهرامون بیشتر از شوهراشون دارن، از اون طرف شوهر از آقا داره، از خانم داره که منو نمیفهمه و ابراز محبت نمیکنه و درکم نمیکنه. و وقتی که یکی از دو طرف از هم گله داره، محبت نمیکنه به من، شما میفرمایید باید از خودش شروع کنه و منتظر نباشه تا اون بهش محبت بکنه، این شروع بکنه به محبت کردن و اون نتیجه میگیره. آیا امکان داره کسی خودش محبت بکنه و محبت نبینه؟ خیلی میگن من محبت میکنم، من بهش میرسم، اما اون درک نمیکنه منو، نمیفهمه منو، شعور نداره.
ببینید همه چیز اگر من انتظار بکشم که شما واسه من چای بریزید، شاید برنامه تموم بشه و چای هم در کار نباشه. اما اگه خودم رو زحمت بدم، یه چای واسه خودم بریزم، یه چایی واسه شما بریزم، چی می اتفاق میفته؟ هیچی دیگه. من شرمنده شما میشم دیگه. من تا آخر برنامه باید کلم پایین باشه، خجالت بکشم. اما دیگه چی؟ چای بهت میرسه. خب دیگه مشکل حل میشه. اون طمعی که من داشتم برطرف شد. دیگه گله نمی‌کنید حداقل از من که چای نریختی برام. گله هم در کار نیست. هیچ. دقیقاً همین مورد ما در محیط خانواده داریم. اولا رابطه فرد در محیط خانواده با فرد دیگه نیست، با خداست. این نکته خیلی مهمه جناب. چون همیشه ما میگیم آقا اون پر رو میشه، بعضی وقتا میگن خواهری مثلا بهش گفته میشه که محبت بکن، روش زیاد میشه، پر رو میشه، فکر میکنه چون مرد همه کاری خونه است. بخواه آقا میگه آقا کمی محبت کن، شوهرت خانمت بالاخره هرچی از مال خودته، خانمت دیگه برای محرم اسرارت، نه روش زیاد میشه، فردا روز که الان امروز بخندم فردا روزش قابل بکنم، فردا روز دیگه بعد بهش باج بدم. این تعابیر هست. یعنی این برداشت اشتباهی میفرمایید. این برداشت کاملا برداشت کسی نیست که دنبال زندگی هست، کسی نیست که سفره دل رو تماشا کرده، کسی نیست که گواهی نامه رانندگی تو خیابون عشق داشته باشه. واسه چی؟ ببینید من تو خیابون حرکت میکنم، آیا با این تصور من میتونم این مسیر رو طی کنم؟ امکان نداره. این طرف اومده ماشینشو جلو، من بوق میزنم، خب بوق هرچی بوق بزنم راه بسته، چراغ بسته، چی میشه کرد؟ خب هرچی من بوق بزنم اون میره؟ نمیره. خب چراغ بسته است، حالا من چی؟ این چراغ رو کی گذاشته؟ غلط کرده، من میرم. خب رفتم، چی میشه؟ ماشین دیگه میزنه خوردم میکنه، یا حداقل هیچی نباشه همون دوربینا یه جریمه میذارن رو کنم که دیگه تو. یعنی حکایت اینجاست که من وقتی اومدم، ببینید در قضیه ازدواج چه اتفاقی افتاد. من یک انسانی که حق نداشتم به این خانم چپ نگاه کنم و این خانم حق نداشت اصلا جواب سلام منو بده یا حرف منو جواب بده یا فلان بده. اگر جواب میداد خیلی دعواها اتفاق میافتاد، برادرها و خواهرها و نمیدونم همه و نمیدونم طرف به خواهر ما دست زده. الان خودشونو میان این خواهرها رو میندازن تو بغل من. الان من و اینی که بسیار نمیتونیم به همدیگه در بسیار نگاه کنیم، الان میشیم مال همدیگه کلا نگاه و چی همش از این حرفا میگذن. اینو کی این اجازه رو به این خانواده ها و به این افراد داد؟ خداوند. چه وقت این اجازه را داد؟ وقتی که این افراد اومدن در پیش خداوند نشستن، یک به اصطلاح میثاقنامه رو، یک عهد و پیمان رو امضا کردن. هر کسی جدا امضا کرد. خدایا بار الها. ببینید اصلا در اینجا هم یک قوانینی بود. من میخواستم این دختره رو بگیرم اما دختره نخواست منو بگیره. تموم شد. امکان نداره که این ازدواج صورت بگیره. حالا دختره قبول کرد. هانی گفت، اینو هانو نمیدونم بنا به فشار خانواده ها گفت، این حرفایی که بعضیا میزنن، منو مجبور کردم بگیرمش. بی خود کردی مجبور شدی. یعنی چی مجبورم کردم؟ مگه تو گوسفند بودی که گرفتن مهارتو کشوندن؟ حتی گوسفنده رو وقتی میخوای بیاری به سلام سرشو ببری میبینی که زورشو میزنه. تو نه، اختیارت کاملا دست خودت بود. حالا یه مواردی بود که مد نظر گرفتیم. آبرو حیثیت خانواده مبارکه، انتخاب خودت بود. به خاطر آبرو حیثیت خانواده من ازدواج کردم، به خاطر نمیدونم فلان. حالا به خاطر چی بود؟ اختیار خودت بود. این خاطر رو خودت انتخاب کردی، این ملاحظه رو خودت کردی. بعدش چی؟ خداوند متعال که این پکیج کامل، این اختیار رو به شما داده بود، الان یه اختیاری رو به شوهر داده و اون اختیار طلاق هست که دست اونه. خب دست شما نیست. الان شما اومدی در یه فضایی، حالا سبب هرچی بوده،
الان امضا وقتی کردی، امضا کردی که خدایا من سوگند میخورم که این طرف مقابل رو من خوشبختش میکنم. دوستش داری نداری، دماغش کجه، نمیدونم سنگین وزنه، نمیدونم آدم بدزبانی هست، معتادی هست، هر مشکلی که داره، شما در پیش خداوند سوگند یاد کردید که من اینو خوشبختش میکنم. هیچ شرط دیگه اینجا وجود نداره که اگر من اونو خوشبخت کردم خوشبختش میکنم. نه، اگه منو خوشبخت کرد منم خوشبخت میکنم. این اصلا در این به اصطلاح عهدنامه نیست. اون مرد هم میاد همچنین پیمانی رو با خدا میبنده. این پیمان با خداست نه با افراد. من این حقو ندارم که به خانومم بگم شما به من بد میکنین من به شما بد میکنم، شما منو خوشبخت نمیکنین من شما رو خوشبخت نمیکنم. این حقو ندارم. چون رفتار تو با من بده، رفتار منم با تو همینجوریه. این حقو من ندارم. اصلاح نشی من همینم. این حقو من ندارم. چرا؟ چون که رابطه من با خدامه. روز قیامت من میتونم بگم خدایا وقتی من بازخواست میگم چرا طرف قسم خوردی که اونو خوشبختش کنی؟ خب چرا خوشبختش نکردی؟ میگم خدایا خب شما ببین طرف اونم میگن آقا تو جواب ما رو بده. اون حساب و کتاب خودشو داره، اون جواب خودشو میده. اون جواب خودش میده. اینجاست که به اصطلاح من اینجا در این فضا وظیفه‌ای دارم و به اصطلاح که این وظیفه هم وظیفه عبادی است. وقتی که ما این به اصطلاح عهدنامه رو امضا کردیم، بعدش دیگه صدا اومد که میتونید رختتون رو بکنید، میتونید الان لباس همدیگه شدید. این لباسی که تنتون هست این دیگه ارزشش جای دیگه است، اما شما لباس واقعی همدیگه شما شدید. جامعه الان دید جامعه رو ببین که به اصطلاح همین جوون، همین عارفی خودمون یه هفته پیش ما چطور بهش نگاه میکردیم، الان چطور بهش نگاه میکنیم؟ اصلا خودش ببین وقتی راه میره، یه هفته پیش چطور راه میرفت، الان چطور راه میره. اصلا زمین احساس میکنه که این فرد دیروزی نیست. شکل و قیافش و لبخندش و نمیدونم رفتارش و چرا؟ چون اصلا کلا عوض شد، یه انسان دیگه شد. اینه که در این فضای خیابون عشق من تک تنها مثلا طرف میزنه ماشین به ماشین به اصطلاح جلویی، بعض پلیس میاد که آقا چرا به ماشینش زدی؟ آقا کسی پشت سوت زد من پشت رو نگاه کردم. پی خود کردی پشت رو نگاه کنی، جلو تو نگاه کن. تو داری رانندگی میکنی، تو در این مسیر داری حرکت میکنی، مسئولیت اول و اخیر با خودته. زدی طرف رو کشتی، باید جوابگو باشی. خیلی ممنون جناب دکتر. این نکته بسیار مهمی است. اگر در زندگی زناشویی این درک ایجاد بشه که هر کسی واقعا این پیمان رو بسته با الله متعال که وظیفه خوشبخت کردن همسرش رو داره، خیلی از مشکلات حل میشه. واقعا بسیاری از مشکلات ما حل میشه. و تبریک میگیم به رفیع جان که هفته پیش ازدواجش به جناب دکتر اشاره کردن. برادر عزیزمون محمد رفیع عزیز از همکاران ما و الحمدلله هفته پیش چهارشنبه بود جناب دکتر، نه؟ بله 7 روزی گذشته از محفل ازدواجشون و امیدوارم که ایشون و خانواده محترمشون و همه زوجهایی که در هفته گذشته و در ماهای گذشته ازدواج کردن انشاءالله سعادت، خوشبختی و عشق و محبت تا آخرین لحظه حیات در دنیا در زیر سایه الطاف الله متعال همراهشون باشه و در آخرت هم اگر این گونه زندگی پیش بره یقینا همه زوجهای موفق با هم دیگه خواهند بود. میان برنامه میبینیم، برمیگردیم در خدمت شما هستیم همچنان با این جاده پرپیچ و خمی که جناب دکتر از عشق برای ما توصیف کردن. آدم میترسه توش داخلش رو تصادف نکنه یک بار و ببینیم دیگه تا آخر این جاده به کجا میرسیم. جزاکم الله خیر.
تشویق به ازدواج. عن علقمة رحمه الله قال: كنت مع عبد الله رضي الله عنه فلقيه عثمان رضي الله عنه بمنى فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن لي إليك حاجة. فخليا فقال عثمان رضي الله عنه: هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد؟ فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إلي فقال: يا علقمة. فانتهيت إليه وهو يقول: أما لئن قلت ذلك لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. در صحیح بخاری حدیث شماره 7326 و صحیح مسلم حدیث شماره 1399 علقمه رحمه الله فرمود: با عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه بودم. عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه در منی با او روبرو شد و به او فرمود: ای ابو عبدالرحمن، با شما کاری دارم. با هم خلوت کردند. عثمان فرمود: ای ابو عبدالرحمن، میل داری که دوشیزه ای را به ازدواج شما درآوریم تا زمان گذشته و جوانی را به یاد شما بیاورد؟ وقتی که عبدالله رضی الله تعالی عنه دید که نیاز به ازدواج ندارد، به من اشاره کرد و فرمود: ای علقمه، بیا. من هم به نزد او رفتم. دیدم که در جواب عثمان رضی الله تعالی عنه می فرمود: اگر شما این را می گویید، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هم به ما می فرمودند: ای جماعت جوانان، هر یک از شما که قدرت و هزینه ازدواج را دارد باید ازدواج کند و کسی که استطاعت آن را ندارد بر وی لازم است روزه بگیرد، چون روزه باعث جلوگیری از شهوت می شود. رضایت دوشیزه و بیوه در نکاح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. در صحیح بخاری حدیث شماره 5136 و صحیح مسلم حدیث شماره 1419 ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت می کند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: زن بیوه بدون مشورت با او و دختر باکره بدون اجازهش به نکاح داده نمی شوند. گفتند: ای رسول الله، اجازه دختر باکره چگونه است؟ فرمودند: این که سکوت نماید.
بعد سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان. همچنان با شما هستیم با ادامه برنامه سفره دل در موضوع خیابان عشق. و حالا من تبلیغاتی هم داشته باشم برای حضرت مولانا ابوالقدوس دهقان. جناب دکتر اجازه بدید من پیام دیگه از کانال تلگرام حضرت مولانا ابوالقدوس دهقان بخونم که احمد جان شماره رو آدرس رو براتون زنویس کرده و این پیام رو میخونم. حالا ما تو برنامه دیگه هم با ایشون موجی شدیم دیگه، بالاخره گردن ما حقشون بیشتر شده. اصلا این فقها یه مقداری همچین عاشقن. ما یه فقیه داریم به نام ابن حزم، یه کتابایی به اصطلاح در همین طوق الحمام و نمیدونم در این باره نوشتن که واقعا ارزش خوندن داره. اتفاقا علامه ابن حزم خودش هم مال اندلس بوده و سرزمین اسپانیای امروزی و شاهزاده هم بوده و تو قصر هم بزرگ شده و علاوه که محدث و مفسر و ماشاءالله به هر حال فقیه بزرگواری است. کتاب زیبایی هم داره، البته ترجمه نشده، عزیزان کروی برای هستن. طوق الحمام فی الالفة والالف. و ایشون واقعا کتاب بسیار زیبایی است. حضرت مولانا ابوالقدوس دهقان در تلگرامشون یک پیام سفره دلی زیبایی گذاشتن به نقل از کتابی که در پایان آدرسش خواهم گفت با عنوان بدترین آشپزی من. جالب. کدبانوی خاطرش را این گونه تعریف می کند: بعد از 18 سال زندگی مشترک زناشویی و تجربه آشپزی، آن شب بدترین آشپزی عمر من بود. گوشت سوخته بود، سبزی ها له و خمیر شده بود، سالادی هم که درست کرده بودم خیلی شور شده بود. دیگه واقعا دیگه خانم‌ها تو این وضعیت دیگه خیلی اضطراب پیدا میکنن. انتظار داشتم شوهرم هر لحظه عصبانی شود و سرم داد بزند و میز غذاخوری را واژگون کند. اما با متانت و چهره‌ای باز شام سوخته و شورش را میل نمود. بعد از شام توی آشپزخانه بودم که شوهرم وارد شد و آرام مرا در آغوش گرفت و پیشانیم را با بوسه‌ای نوازش داد. گفتم چه شده؟ شوهرم با لبخند گفت شام امشبت شبیه اولین آشپزی نوعروسی بود که تازه به خانه بخت رفته است. به همین مناسبت من هم امشب با تو مثل نوعروس و اولین شب زندگی مشترکمان رفتار میکنم. به نقل از کتاب همستون فی اذن الزوجین صفحه 117 حضرت مولانا ترجمه کردن. پس این معناش اینه که من چی کنم؟ منم باید زندگیمو بنویسم. آخرش هم فرمودن که راستی اگر تو بودی چی کار میکردی؟ من کاری که به اصطلاح کردم این بود که همیشه یک واژه‌ای رو ما در خانواده خودمون سبز کردیم. حالا نمیدونم این مثالی بود به ارث بردیم یا ابتکارات خودمون بود که همیشه میگفتیم 40 بار اول مال کلاغاست. یعنی تا 40 بار اول آشپزی رو بعد هر چیزی که بسازم بعد هم دیگه همیشه هم ماشاءالله خانمم الان دستپختش خیلی خوب هست، اما تا به اصطلاح یه چیزی میپزه من میزنم به شکمم میگم قربون همین شکم که به شما آشپزی یاد داد. صبر این شکم بود، تحمل این شکم بود که با 40 بار اولی که مال کلاغا بود ساخت تا الان شما شدید آشپز. یعنی 40 بار اول ازدواجتون کلاغا خوب چاقچله شدن. خب دیگه من مجبور بودم که تحمل کنم. اینه که به هر حال مسیر زندگی اینه. این ما رو میکشونه به چی؟ به یه موضوع بسیار مهمی که در این فضای خیابون عشق هست. اون چیه؟ اون اینه که بعضی چیزا رو اصلا آدم نباید ببینه، بهش نباید بها بده، بهش توجه نکنه. انگار نه. یه قصه بسیار زیبایی خوندم. یه بنده خدا خانمی بود، شوهرش رفته بود بدون اینی که اطلاع بده و فلان، به قول خود ما دزدکی ازدواج دومی کرده. اوه چه کار خطرناکه. این خانمه از روز اول بو برده بود، همه حکایت رو فهمیده بود. این از اون مواردی که خانم ها ماشاءالله چنان دقیق احساسش میکنن اصلا از رنگ روی شوهر میفهمن. طبیعی هست این چیزه. اما تو شوهرها گفتم که قبلا این مقداری به اصطلاح کند فهمن، فکر میکرد که به اصطلاح شوهره فکر میکرد که اینو گول میزنه، اما این خانمه اصلا به روی خودش نآورد. این ماجرا بیش از 10 سال استمرار پیدا کرد. یعنی 10 سال ایشون زن دوم 10 سال ایشون زن دوم داشت، از زن دومش به اصطلاح بچه داشت، به خانم اولش هیچی هم نگفته بود و این خانم هم اصلا خودش رو زده بود به کوچه علی چپ یا حسن چپ که من نمیفهمم. خب
بعد از اون بعد از این 10 سال شوهر بنده خدا وفات کرد. خدا. حالا وفات کرد، خدا رحمتش کنه. بعد خب الان باید دیگه همه چی رو بشه. حالا ما به چه روی بیایم به این خانم بگیم که به اصطلاح شوهر دیگه زن دیگه داشت، خانواده به اصطلاح شوهر خیلی در خجالت سنگینه بودن. براشون. آخرش همه تصمیم گرفتن که این کار فقط بابا میتونه بهش میگه. بابای شوهرش اومد پیش به اصطلاح عروسش، گفت که فلانی من میخوام یه چیزی رو بهت بگم، اما امیدوارم که بتونی قبولش کنی و تا به تحملش شنیدنش رو داشته باشی. گفتم اونجا نگو، نیازی نیست. گفت نه اینو باید بگم، این خیلی مهمه، چون خیلی مسائل دیگه با اینجا الان ارث و میراث ارث میاد و و اینا. حکایت‌های دیگه است. گفت میدونم، من 10 ساله که خبر دارم. که از چی خبر داری؟ که 10 ساله خبر دارم شوهرم با فلانی ازدواج کرد، اینقدر بچه داره، اینقدر فلان جا زندگی میکنن، همه چیز خبر دارم. میگه 10 سالی که خبر داری به روت نآوردی؟ میگه آره. چطور تونستی به رو نیاری؟ گفت اگر من 10 سال پیش می اومدم سر و صدا را بنداختم چه اتفاق میشد؟ هیچ. شوهرم می اومد یه شب اینجا می بود، یه شب میرفت پیش خانم دومش. علنی میشد دیگه. اولا نمیشه، باید دیگه اون حقوق تقسیم رعایت می‌کرد. میکرد. بعدش هم این حقوقی که داشت خب نصفش می اومد این خونه، نصفش میرفت اون خونه. خب و دیگه این الان نه، در این 10 سال شوهرم به من بیشتر محبت میکرد، به من بیشتر میرسید از ترس این که مبادا من بفهمم بو ببرم، و همیشه هم پیش خودم بود و اونجا که میرفت وقتی به اصطلاح بهانه می آورد که نمیدونم امروز مرخصی میخوام برم، نمیدونم یک جایی با دوستا قرار داریم یا نمیدونم فلان. به این صورت من تونستم کنترل کنم زندگیمو، این خیابون عشق رو مستقیم برم، به هدفم برسم. یعنی اینی که بعضی چیزا رو نباید دید. یعنی الان شما توجه به کرد. خطاب به خواهرایی که زن دوم گرفتن شوهرشون میگین اینجوری برخورد کنن. اگر به اصطلاح شوهر پنهان میکنه بذار پنهان کنه، این به نفعته. اگه تحمل بکنه. تحمل نکن، ضرر کی ضرر میکنه؟ خودت عزیز من. این به اصطلاح چراغ راهنما بسته است، جلو رود یه ماشینه، هر چیز به اصطلاح بوق بزنی این بنده خدا حرکت نخواهد کرد، راه بسته است پشت سری. خب حالا چیکار میکنی؟ یا صبر میکنی آروم، نه خودتو اذیت میکنه نه دیگران رو، آرامش خودتو داری، یا میزنی به ماشینه. خب میزنی ماشین اونم میشکنه، ماشین خودت هم میشکنه. آیا جناب دکتر حالا این بحث یک نمونه بود شما مطرح فرمودید، بحث این که زن و شوهر بعضی موارد رو نادیده بگیرن. چه مواردی رو میشه نادیده گرفت؟ آیا همه موارد رو میشه نادیده گرفت یا نه مواردی هست که نباید نادیده گرفت؟ ببینید یه قانون میذاریم. یه چیزی هست که در همسر من هست و در طرف مقابل هست که تغییر پذیر نیست، امکان نداره که عوض بشه. نمیخواد، امکان نداره. خب یه روند تربیتی معینی هست، یه چیزی هست تغییر پیدا نمیکنه، پس من چرا خودم رو بیام اذیت کنم؟ نادیدش میگیرم. و یه چیزی هست که قابل تحمله، خب بیام تحملش کنم. خب یه چیزی هست که تغییر نمیکنه، یه چیزی هست که قابل تحمله، یه چیزی هست که احیانا نادرا اتفاق میفته. وقتی عصبانی شد دیگه یه حرف بدی از دهنش در میاد، چرت و پرتی میگه. اینو که همیشه نمیگه، بعضی وقت نادرا هم چه اتفاقی میفته. دیگه من این میخ نکنم اینجا، اصلا انگار نه انگار که این چیز وجود داره. تعلمی. در مقابل یه چیزی هست که تغییر پذیره و غیر قابل تحمله و زیاد اتفاق میفته. اینو باید تغییرش بدم. حالا تغییرش چطور میاد؟ تغییرش میدم. این مهمه. این در محیط خانواده خیلی چیزای عجیبه به اصطلاح به وجود میاد که خیلی چیز پیش پا افتاده است، مشکل بسیار بزرگی رو به وجود میاد. مثلا
شما بدت میاد که کسی غذا تو دهنشه حرف بزن. خب خب این بدت میاد، اصلا از این عادت متنفری. رو اعصاب آدم راه خب خب الان شما چه راه داریم؟ یا اینی که بگی بعد زشته به خانمم بگم که من بدم میاد. میتونستی بگی، اما میگی تو ذوقش بزنم بعد دختر بنده خدا. خب چه اتفاقی میفته؟ الان شما دنبال اینی هستید که سر سفره باش نباشی، چون که تو سر سفره میشینی همین اتفاق میفته دیگه، اشتها کور میشه. اشتهات کور میشه. خب یه روز میای میگی که اصلا برنامه کاری ما رو عوض کردن، ما مجبوریم ناهار رو به اصطلاح تو دفتر بخوریم. خب بعدش میری مجبوری بری تو این ور اون ور کافه یه چیزی بخوری شکمت هم خراب بشه و فلان که چی ناهار رو نخوری. خب شام چیکار میکنی؟ خب شام هم مجبوری که به اصطلاح به هر روز روزه بگیری، تا روزه گرفتی اونم با روزه میگیره، باز مصیبت شد. خونو دعوت کنی، خودت این اون دعوت کنی، چند روز میتونی این کارو بکنی. خب کم کم دیگه این رابطه سرد میشه، اونم فکر میکنه این ناهار همیشه نمیاد، پس نکنه که این خانم دیگه گرفته و یه جای دیگه هست و فلانو دعوا میشه فلان میشه. در حالی که مثلا شما میتونستید از همون ابتدا بگید که مثلا مادرم از همون کوچیکی ما رو تربیت کرده بود که سر سفره حرف بزنیم، به اصطلاح حرفای خوب بگیم، اما به ما گفته بود که هیچ وقت به اصطلاح دهن پر حرف نزنیم، دهن غذا هست حرف نزنیم. این خیلی مادرم بدش می اومد و بعضی از بچه‌ها همسایه این کار میکردن، ما اما اینقدر بدیمون می اومد که نگو. خب پیامو دادیم، یا پیام میرسه یا تو رو میفته، نه میرسه یا بعد میرسه یا بعد میرسه. خب یا مثلا یا وقتی که به اصطلاح رابطه خیلی صمیمی از فلان هست، میگی که من واقعا باهات میمیرم، خیلی دوست دارم، خیلی یه کاری میکنی همین سر سفره همین چلب که میکنی بازم میمیرم. بچه حال آدم میخوره، نمیتونم به اصطلاح غذا بخورم، من یه جوری هم اشتباه میدونم اشکال از منه، نمیتونم تحمل کنم. خیلی میتونن تحمل کنن، اما همین کارو اگر نکنی خیلی ممنونت میشم. خیلی ساده و راحت، خیلی ساده قضیه حل شد، به اون به اصطلاح مرحله نرسید. اما اگر این کارو نکنم، اگر در این مسئله صریح نباشم، یه مسائلی هست که با صراحت اگر نگیم کل سیستم خانوادگی ما به هم میخوره. یعنی یه چیزی مثلا خانم مدرسه دعواش شده با چی؟ با مدیر مدرسه. میتونست بیاد خونه این قضیه رو یه جوری با شوهرش مطرح کنه، چون خانم الان چی میخواد؟ 2 گوش میخواد که همین حرفو بهشون بزنه، خودشو خالی کنه. چیزی دیگه نمیخواد. نمیخواد که مثلا شما بری ازش دفاع کنی، بری دعوا کنی با مدیر مدرسه، نه هیچی نمیخواد، بیچاره فقط میخواد اینو. اما خانم چیکار میکنه؟ یا میاد مثلا نقش چی بازی میکنه؟ نقش یه دلسوز. خب اشتباهست. میاد نقش دلسوز بازی میکنه. چیکار؟ شما حالا مشغولی مثلا دارین یه چیزی مینویسی، کتابی رو مطالعه میکنی، یه چیزی تایپ میکنی، میاد میگه که سلیمان جان چای بیارم واسه؟ میگه بیار، البته با یکم زعفرون و نعنا هم توش بذار. این اصلا میخواست که یه حرف دیگه بزنه، سر حس رو باز کنه، اما نیفتاد. خب شام چی؟ شام هر وقت گذاشتی من کارمو تموم میکنم میام. ای بابا نشد. بعدش میاد میخواد نقش قربانی رو بازی کنه. من بهم ظلم شده. میاد یه امروز خیلی گردنم درد میکنه ها. سلیمانی میگه که منم گردنم درد میکنه، کمرم درد میکنه. امروز خیلی خسته شدم. خب ولی منم 3 ساعت اینجا نشستم، اینقدر خستم، اما باید این کارو داغونم. چی میشه؟ یه رقابتی میشه که من مظلوم ترم، من بیشتر. آخرش چی؟ میاد دیگه ظالم میشه. نه از اون مدیره مدرسه یه نمیدونم چی شده، و نه از توی نمیدونم چی که اصلا حرف آدم نمیشونه.
همتون مثل هم. همتون مثل امید و فلان رو الان چی شد؟ ظالم شد، شما رو کرد مظلوم و قربانی. این نقشه رو همه چیز رو به هم ریخت که میخواست چی؟ صریح نباشه. میتونست از لحظه اول با صراحت بیاد کنار همسرش بشینه، یه چای بیاره. خب که امروز نمیدونی چی شد. این بنده خدا مدیر مدرسه دیگه حرفشو بزنه با صراحت. همه این مشکل میتونست خیلی راحت حل بشه بدون این همه کبکبه و دبدبه و این همه مشکل ساختن. پس یه چیزایی رو ما باید در این مسیری که حرکت میکنیم کلا نادیده بگیریم و یه چیزی هم حواسمون باشه در رانندگی، در به اصطلاح خیابون عشق 100% احتیاط خودت. اگر 100% شما احتیاط کردید 50% امنیت خودت رو کسب کردی، نه 100% آقا. چون که 50% دیگه کیه؟ بقیه. دسته بقیه است. پس شما نیاز هست که در مسیر رانندگی در جاده عشق 200% کار کنی. هم 100% احتیاط خودت رو بگیری، هم 100% احتیاط اشتباه طرف مقابل رو که اگه اون پیچیدی ها آمادگی داشته باشه. من آمادگی داشته باشم. در همین باب حالا جناب دکتر بریم سراغ سوال ها. خواهری پرسیدن، تشکر کردن و گفتن حالا شما اگر در صورتی که شوهرم کارهای خلاف اسلام انجام میده، مثلا با نامحرم ارتباط تلفنی داره و در این صورت من خبر هم دارم، باز هم خاموش بشم با وجود اینکه من از عروسیم فقط 4 ماه شده که گذشته، اینا موارد، این از اون مواردی هست که الان باید خاموش شد یا نه اینها رو باید دیگه حرکتی انجام داد؟ ببینید شوهرها یک خط قرمزایی دارن. یعنی شوهر همسر میخواد، داروغه نمیخواد، پلیس نمیخواد، قاضی هم نمیخواد، معلم هم نمیخواد. که شما بیایید برایش خط مشی نشون بدید که چه کار باید بکنه چه کار نکنه. الان این طرف بیمار هست، یه مشکلی داره. یه مشکلش اینه، گفته بودن که حامله است، ایشون فرمودن که از عروسیم 4 ماه گذشته. 4 ماه گذشته. خب یعنی یه مشکلی داره که الان چرا عروسی کرد؟ یک نیازهایی داشت. یعنی اینی که در ظرف این 4 ماه شما نتونستید اون نیازاش رو برآورده کنید. نمیگم که سیرش کنید، نتونستید کاری بکنید که اصلا شکمش چی بشه، یعنی بیشتر از سیر بشه، تا گلوش باید پر بشه. یعنی راحت صحبت بکنیم جناب دکتر، یعنی ایشون الان یکی از مواردی که شما میفهمید شوهرشون رفته جای دیگه، یعنی این است که در رابطه جنسی کوتاهی صورت گرفته از طرف خانم. امکان داره در رابطه جنسی تنها رابطه جنسی نیست، یعنی یه رابطه جنسی یه رابطه فیزیکی هست، یه رابطه عاطفی و ابراز محبت. یعنی اون طرفه که الان مثلا پشت تلفن رقیب شماست، رقیبیش تو چیه؟ زبون چربتری. زبون چربش. اگر زبون شما 200 درجه چربتر از زبون اون باشه شکستش دادی. خب یه موردی دیگه هست که این طرف مشکل داره، خودش شوهرت مشکل داره. مشکلش چی هست؟ مشکل ایمانی داره، رابطهش با خداش ضعیفه. چون که رابطهش با خدا، حالا مثلا شما اینجا باشی، نزدیک باشی به خدات، شوهرت اینجا، با هم فاصله داری، خیلی هم فاصله داری، نیاز هست که اینو با خودت بکشی بیاریش بالا. کشیدن، شوهرت آخوند ازدواج نکرده که بیاد ملا که بهش بگه که این کارو بکن اون کارو بکن. این کار رو باید با عقل و با حکمت و با درایت بکن. چطور؟ مثلا فضای خانواده فضای آلوده هست، فیلم های مبتذل و فلان و آنها هست، اینا رو برداریم. همیشه چیزی که به اصطلاح ببینین آقای سلیمانی عزیز، ما تو خیابون عشق هر جور آدم داریم، درسته؟ بله. لاته بازاری هم داریم، درسته؟ طبیعتا. این لاته بازاری ها وقتی با هم حرف میزنن چه ادبیاتی دارن؟ کوچه بازاری دیگه. کوچه بازاری. همین لاته رو ما بگیریم ببریمش پیش مثلا یکی از اساتید دانشگاه، ببریمش پیش پادشاه، اونجا ادبیاتش چی میشه؟ عوض میشه، کلا عوض میشه.
لاته عوض شد یا طرف مقابل عوض شد؟ مخاطبش عوض شد. مخاطبش عوض شد. پس شما بیا به خودت احترام بذار، شخصیت خودت رو شخصیت پادشاه قرار بده، شخصیت خودت رو خودتو کوچیک نکن، خودتو به خدات نزدیک کن. خود به خود شوهرت میبینه که در مقابل یک انسان محترم، یک انسانی که ارزشمند، یک انسانی که رابطه‌ایش با خداش خیلی براش مهم است، در مقابل تو احساس کوچیکی میکنه، احساس میکنه که باید در مقابلت مؤدب باشه. احترامت دست خودته. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. در فضای خانواده فضای انفاق هست، بذل هست، دادن هست. هدف از این دادن چی هست؟ رسیدن به خداست. دادن محبت، دادن عاطفه، دادن ایثار، از خودگذشتگی، نه به خاطر اون، به خاطر الله. وقتی که من خودم رو به خودم نزدیک کردم یه هیبتی میگیرم، اون طرف مقابل این انعکاس پیدا میکنه در اون، مجبور میشه خودش رو به راه میندازه. پس تغییر از من میاد نه از اون. خیلی ممنون. من قبل از اینکه سوال دیگر رو که مرتبط به این موضوع هم هست اشاره بکنم خدمت به همه بینندگان عزیز بگم که با شماره هایی که روی صفحه مشاهده میکنید میتونید با ما در ارتباط باشید و سوال های خودتون و نظرات و پیشنهاداتتون با ما در میان بگذارید و همچنین عزیزانی که از طریق فیسبوک به صورت زنده در هنگام پخش زنده برنامه شاهد برنامه هستن هم میتونن کامنتاشون رو بذارن و ان شاءالله نظراتون به صورت زنده در برنامه مطرح خواهد شد. جناب دکتر، حالا از تغییر و تحول گفتید. خواهری باز در همین باب بر سلام گفتن که من 21 سالمه، 2 ماه با خانواده شوهرم زندگی میکنم و تفاهم نداریم. شوهر و خانواده‌ام اهل اسلام نیستن زیاد. من دیگر از زندگی کردن با شوهرم خسته شدم و یک خانواده اسلامی میخوام و برای اینکه یک خانواده اسلامی باشه و آخرتم رو حفظ بکنم آیا میتونم انتخاب دیگری داشته باشم؟ خواهر عزیز، قصه طفیل رو که شنید، محبت معجزه میکنه. خب شما میخواهید مثل این خواهر منو به یاد چی میندازه؟ به یاد بعضی از هموطنان ما که فرار میکنن زندگی و همه چیزشون میذارن میرن اروپا، بعد از اونجا خجالت هم نمیکشن، تلفن میکنن میگن بیایید اروپا، نمیدونید اینجا چه خبره؟ میگه اینجا اینقدر پیشرفته است، اینجا احترام دارن، اینجا خیابوناشو تمیزه، اونجا فلانه. بابا کسایی دیگه یک به اصطلاح سفره‌ای پهن کردن به اون خوبی، تو رفتی سر سفره دیگران نشستی پوز میدی، میومدیش افغانستان خودتو، کشور خودتو، خانواده خودتو، محیط خودتو مثل اروپا میکردی، اروپایی میامدیش. تو میخوایی که خودت یک خانواده‌ای رو انتخاب کردی، در یک محیطی هستی و خداوند بهت فضا داده که همه این خانواده رو تو هدایت بدی، همه رو اصلاح کنی. میخوای نه من از اینجا میخوام فرار کنم برم به یک خانواده ایدئال، بعد اون خانواده ایدئال منو قبولم کنن. کی گفته که خانواده ایدئال تو رو قبول خواهد کرد؟ تو مگه تو که اینجا اومدی یعنی اینی که این فضا یا اصلا از همین رنگ و بو بودی، یا اینی که نه خداوند این فضا رو بهت داد. الان فهمیده این خانواده هست به صورت حرف ادعای خودتی. این همه افراد داری که هدایت یکی از اینها برات از همه دنیا و هر آنچه در دنیا هست ارزشش روز قیامت بیشتره. پس چرا نمیای؟ این مزرعته، بیا اینجا کاشت کن، کاری بکن که همه اینا. چطور این کارو میتونی بکنی؟ نمیتونی این کارو بکنی مگر اینی که کاری بکنی که همه اینا شیفته تو باشن. با نزدیک شدن به خدا هر کاری که اینجا میکنی هدفت نباید خانواده همسرت باشن. هدفت من دارم بهشون خدمت میکنم برای اینکه خودم رو پیش خودم عزیز کنم. من اینجا هر کاری میکنم واسه یکی میکنم؟ واسه خودم، که خودم رو پیش خودم عزیز کنم. به اینا میرسم، به اینا لطف میکنم، به اینا خوبی میکنم، در این محیط محبت میکارم که اینا انشالله خداوند هدایتشون میده و اینها میشن به اصطلاح ثمره‌ای که من، میوه‌ای که من میتونم با خودم روز قیامت اینا به اصطلاح کارنامه من میشن.
خیلی ممنونم جناب دکتر. بیننده دیگری فرمودن که بنده دختر 29 ساله هستم که یک بار ازدواج کردم، متاسفانه ازدواجم با شکست مواجه شد. مدتی که از همه چیز ناامید شدم، حتی نمیتونم بعضی از نمازهامو بخونم. بیشتر از این ناراحتم که نعوذ بالله از رحمت و بخشش الله هم ناامید شدم. حوصله هیچ کسی و هیچ چیزی رو ندارم. احساس میکنم در آینده اگر ازدواج بکنم خوشبخت نمیشم. خیلی احساس درماندگی و ضعف ایمان میکنم و لطف خواهشاً قسم دادن که شما رو به خدا راهنمایی بکنید که چطور اشتیاق و ایمان قلبیمو به دست بیارم و الله تعالی فردوس اعلی رو نصیبتون کنه. آمین. خواهر عزیز اجازه بدید من این جمله بندی شما رو عوض کنم. شما شکست رو تجربه نکردید. شما یه تجربه ناموفق داشتید در ازدواج، یه تجربه‌ای که به شما درس‌ها داشت، واسه شما درس‌ها داشت. الان اگر فرصت ازدواج برای شما پیش بیاد، من برای شما تضمین میکنم که بیش از 80% شما موفق خواهید شد. چرا؟ چون که مارگزیده اید، یه تجربه ناموفق داشتید. این تجربه خیلی مسائلی بود شما میتونید الان فکر میکنید پشیمونید چرا اینو من نتونستم حفظش کنم. احساس میکنید که اشتباهی از شما صورت گرفته، میتونستید حفظش کنید، نشد. الان و اصلا ما چیزی به نام ناامیدی نداریم. خب ناامیدی دلیل بر چه هست؟ دلیل بر این ضعف ایمان هست. پس شما مشکلتون اولا مشکلتون با خداتون است که از خداتون دور هستید، حتما دور هستید. حالا من نمیفهمم که چون چیکار میکنم. ببین خداوند متعال به ما چی میگن؟ واستعینوا بالصبر والصلاة. تنها صبر نیست. چرا؟ چون که صبر تلخه. صبر ببینید پیامبر خدا میفرمان الصبر ضیاء. صبر چیه؟ نور است. نوره. الشمس ضیاء. شمس هم نوره. قرآن میگه. خب الان این صبر و شمس خورشید در چی مشترکن؟ در سوختن. میسوزونن. صبر سوختن داره، صبر سختی داره. واسه همینه که واستعینوا بالصبر والصلاة هست. این صلات غذای روح هست. صبر تحملش سخته. باید ذکر هم، نماز هم، رابطه با خدا هم همراهش باشه. الان شما هم در صبرت کم آوردی که مایوس شدی فلان، هم در رابطت با خدات که نمازت یا ذکرت باشه کم آوردی. اینها رو بساز و همیشه در فکر زندگی موفق دیگه ای باش. اون چیزی که در ذهن تصوری که برای خودت میسازی، اون تصور برات روی چی؟ روی زمین اجرا خواهد شد. اجرا خواهد شد. فقط رابطه چی باشه؟ با خدا درست باشه. حتما به اون میرسی. چون خداوند متعال برای ما سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض قرار داده. همه آسمون ها و زمین و هر چی که هست اینها تسخیر شده برای خدمت به ما. این تصور من درست بشه، میبینید که از زمین و زمون از این ور اون ور خواستگارا میریزن. خیلی ممنون. بیننده دیگری پرسیدن که امروزه جوانهایی که پیش از نامزدی با دختران به نام دوست دختر رابطه پنهانی و تلفن و پیام و امثال این رو دارند، آیا این جواز دارد؟ این جواز دارد که خودت میفهمی که جواز ندارد ولی نمیپرسیدی. خب اما بگو که این بیچاره چه کار داره میکنه. این کسی که جفتشون اینایی که مثلا با هم رابطه نامشروع دارن، یعنی اینا چی؟ اینا خودشون میدونن که دزدن، خودشون میدونن که از خونه همسایه میرن بالا، از دیوار همسایه دارن میرن بالا. اینها هرگز مگر در حالتهایی که توبه بسیار درستی بکنن، توبه نصوح داشته باشن، در زندگیشون موفق نخواهند شد. ولو اینکه در نیت این دو نفر ازدواج باشه. ولو اینکه نیت شما ازدواج باشه. حالا چون خیلی وقتا میشنوید جناب دکتر، حالا بحث کمی بازتر کنیم که ابعاد بیشتر در بر بگیره. دو طرف در فضای خانوادگی نزدیک به هم، فضای درسی، هر فضایی که به حال اعتمادی نسبت به این دو طرف بوده، ارتباط شروع شده. مخفیانه است دیگه، طبیعتا این همش مخفیانه است. ولی حجت دو طرف اینه که رابطه ما خیلی سالمه، هدف ما ازدواجه و به نیت شناخت بیشتر این کارو میکنیم و به هر حال کاملا هم نمازمون هم میخونیم، روزمون هم میخونیم، از خدا هم میخوایم که به هم دیگه برسیم و تماس تلفنی حالا هست یا عکسی رد و بدل میشه، تصویری تماسی هست. حجت اینه که ما میخوایم با هم ازدواج بکنیم. ببینیم این عزیزان این موردی رو که ما همیشه تاکید داریم باید بفهمن. عزیز من
گل من به اصطلاح سیستم زن، دختر و پسر اصلا تصوراتشون، سیستمشون مختلفه. یکی گفتیم دختر از زهره اومده، از ماه اومده، از یک نمیگم قاره دیگه، از یک کره دیگه است. آقا پسر هم از یک کره دیگه. این تصورات و آهام، ما بازیگر تنها تو میدان نیستیم. توپ اگه دست من باشه، تو میدان باشم، دروازه‌بون نباشه، نمیدونم هر طرف حریف نباشه، فلان نباشه، بله من توپو میزنم تو گل. اما تو این محیط وسوسه ها هست، شیطان هست، نفس هست، همه اینا هستن. تصور مرد از ازدواج غیر از تصور زن هست. این دختر بیچاره که خودش رو قربانی میکنه، هدفش اینه که بتونه به زندگی برسه. آقا پسر هدفش اینه که به زن برسه، نه به زندگی. خب وقتی که به زن رسید، وقتی که به مرادش رسید، اون وقتی که دلش میخواد که دیگری رو تجربه کنه، به همین سادگی به این رسید. خب وسوسه شیطان هم هست که این به این سادگی با من چت کرد و با من به اصطلاح گپ شپ شروع کرد، خب فردا به کسی دیگه نکنه. در این موارد میبینیم که طلاق عاطفی سر شاخه، خیانت به اصطلاح زوجین سر شاخه. واسه چی؟ واسه اینی که دو طرف متهمن، عینهو دو تا دزد با هم همکار بودن، روی به اصطلاح دیوارای همسایه بالا میرفتن. الان وقتی با هم تو یک اتاق زندگی میکنن، همین که طرف موبایلش زیر بالش گم شد، فوراً چی میشه؟ شک میکنه روی یکی رفیقش. بابا دیگه کارشه. خب اینه که خداوند متعال، ببینید خداوند متعال خالق ماست. اون خالقه که برای ما کاتالوگ گذاشته. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. هر کسی که ما خودمون وقتی میریم یه کامپیوتر یا لپتاپ میخریم، همراهش کاتالوگش رو هم میگیریم، هر چیزی میریم میخونیم که چطور استفادهش کنیم. وقتی که خوندیم و استفاده، اون وقتی که میتونیم استفاده درست بکنیم، و الا دیگه میزنیم اونور رو خراب میکنیم و همه چی داغون میشه. خیلی ممنونم. خواهری پرسیدن که من شوهرم نیازهای منو برآورده نمیکنه، چیکار کنم؟ ببینید این حقشون هست، مثلا که طرفین اصلا قضیه ازدواج مثلا ایشون از سوالش اینطور برمیاد که نیازهای عاطفیش رو به اصطلاح برآورده نمیکنه. شاید شوهر مریضه، بیماری داره، بیماری به اصطلاح جسمی داره، جنسی داره. خب اینو میشه درمانش کرد. خب این مسائلی هست. خب ایشون از کجا متوجه بشه که الان مشکل کجاست؟ خود زنشه دیگه، این باید بهش برسه. خب ما که از دور نمیتونیم مشخص کنیم. ایشون به سادگی میرسن. نیازهاش وقتی برآورده نمیشه یعنی چی؟ یعنی مثلا زود به اصطلاح کنار میره، نمیدونم، یا دلش نمیخواد که به اصطلاح نزدیکی کنه. حتما این موردی هست. الان مثلا در ابتدای ازدواج بین زوجینی که جوان هستن، تازه ازدواج کردن، خود هستن، این فرهنگ برها رابطه جنسی هم به حال یه سری اطلاعاتی یا آگاهی‌هایی باید داشته باشن. خب هیچ کدومشون یا این نداره یا اون نداره، معیار مشخصی هم برای سنجش ندارن که الان مثلا این حال خواهر یا برادر بر اساس این معیار طرف مقابل خودش رو بسنجه که حالا آیا این پایین‌تر از این معیار هست، بالاتر هست، متوسط هست، نرمال هست یا بیمار هست. این معیار رو چطور میشه تشخیص داد؟ اینا با هم در کنار هم هستن. خب یه تصوراتی هست که مثلا امکان داره هم که مثلا به اون آقا پسر یک آموزه های اشتباهی داده شده که مثلا این نزدیکی باعث ضعف میشه، این نزدیکی نمیدونم ضررهایی بهش داره، فلان داره. اینا با مطالعه، با مراجعه یک پزشک، با مراجعه یک بزرگتر این مسائل حل میشه. اینا رو نباید به اصطلاح بزرگ کرد. اینا از جمله مسائلی هست که اولا تغییر پذیر هست، غیر قابل تحمل هست. این دیگه اصلا باید دیگه این حل بشه، باید دیگه نیست، یک نیاز دیگه، حل دیگه مشکل هست. خب الان قابل تحمل نیست و قابل چی؟ حل هم هست و یه بار نیست،
همیشه استمرار خواهد داشت. اینجا باید تصریح بشه. اینجا دیگه جایی نیست که به اصطلاح ما بیاییم خودمون رو به ندیدم بزنیم. خب اینجا بیاییم با هم بشینیم که یک مشکل اینجا هست و این مشکل جای خجالت هم نداره. بی‌طرف. خب بی‌طرف بریم حالا این مشکل چی هست ببینیم، با هم وقتی بشینیم حرف بزنیم دیگه همه چی رو میشه. خب این دیگه برخی وقتا هست که مثلا طرف خیلی غیرتی میشه که آقا تصور اشتباهی که داره از کوره میخواد در بره، نه همچین موردی نیست فلان. بابا این عیب نداره، میریم پیش یه پزشکی، میریم یه جایی دنبال درمان میگردیم و اینا بیشترن حل میشه. مسائل این چنینی هم بسیار درمانش ساده است، هم علم پزشکی. حالا شما اولین زوج جوان نیستید که با هم ازدواج میکنید. این تاریخ مثلا به همین منوال میچرخه. مثل شما میلیاردها بودن، خب اونا حل برای خودشون پیدا کردن، شما نمیتونید. میتونه احتمال داره که مشکلات روحی باشه، قهر و آشتی ها هم تو این موارد همه چی ممکنه. قضایه به اصطلاح دعوا و مرافعه ها میتونه باشه، قضایه اون اصلا مشکل خود آقا میتونه باشه که مثلا یه جای یه مشکلی هست، یه پریشانی هست، استرابی داره، از یه چیزی میترسه، نمیدونم یه مشکل اقتصادی داره، یک به اصطلاح حشری افتاده که نمیتونه خودشو بیرون بکشه، یا نمیدونم قضایای جسمی میتونه باشه، تصورات اشتباه از به اصطلاح رابطه زناشویی میتونه باشه. خیلی مسائل هست، همه اینها در یک گفتمان درست حل میشه. که گفتمان هدفش چی باشه؟ حل باشه، رسیدن به حل، نه اینکه به اصطلاح هدفش اینه که به یک دیگه توهین کردن، خب به یک دیگه به اصطلاح در مقابل یک دیگه پوز دادن. اینا ما میخوایم به یک حلی برسیم. خیلی ممنونم. بیننده دیگری فرمودن که این عشق یک طرفه رو چطور میشه دو طرفش کرد؟ این جاده یک طرفه است الان دیگه، چطور دو طرفش کنه؟ اصلا عشق یک طرفه خودش اگر واقعا عشق صادقانه باشه خودش طرف دیگر رو میکشونه. مگه طفیل نتونست با عشق با محبت دین قوم و قبیله و خانمش رو عوض کنه؟ چطور من نتونم با محبت و عشق یک انسان دیگر رو تغییر بدم؟ اگر الان مثلا حالا اینطور برداشت کنیم از این بیننده عزیز صحبتشون که این عشقشون نتونسته این عشق یک طرفه دو طرفه کنه جریان عشق رو، آیا این عشق مشکلی داره الان؟ یه مورد میتونه باشه که ایشون عجله میکنن، صبر کم دارن، ادامه بدن و هل جزاء الاحسان الا الاحسان. ابدا. همیشه خوبی رو میاره. کاملا درست است. بیننده دیگری فرمودن که طفلی در شکم دارم، خواهری، اما مشکل در زندگی خود دارم، هر روز از طرف شوهرم خونه جگر میشم، روزها نان نمیخورم، به فکر خودم نیستم، اما احساس میکنم طفلی که در شکم دارم از پریشانی و گرسنگی من ناآرام میشه و فکر میکنم از دست بدمش، آیا گناه میکنم و چگونه از این پریشانی خلاص بشم؟ لطفاً راهنمایی کنیم تا امید از دست رفته خود رو دوباره در زندگی پیدا کنم، چون امیدم از زندگی قطع شده. خواهر عزیز، شما با شوهرت مشکل نداری، شما با خودت مشکل داری، یا بهتر بگم شما با خودت مشکل داری. اگر الان اولا پریشانی شما بدون شک تأثیر میذاره روی فرزندتون، خب یه فرزند خلی میارید، یه فرزند نمیدونم ناقص الخلقتی میارید، یه فرزند پریشان حالی رو میارید، باید این پریشانی رو دور کنید. اگر این تصرفات شما که غذا نمیخورم و فلان میخورم و فلان اگر باعث مرگ جنین شما فرزند شما بشید، شما اسمتون هست قاتل، خب و گناه کبیره انجام دادید. پس اینجا مشکل چی هست؟ مشکل میگم بین شما و شوهرت نیست، مشکل بین خودت هست. شما خودت رو نشناختید، شما نشناختید که رابطه است. شما چرا تو این زندگی به اصطلاح خداوند تو رو خلق کرد؟ و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خداوند شما رو خلق کرده برای خودش، اما شما خودت رو قرار داری بدای شوهرت. این شوهر درست شد من آدم میشم، این شوهر نمیدونم به خوبی کرد من این چون میشم. نه خیر خواهر من، اگر شما رابطت رو با خدا درست کردی، احساس سعادت و آرامشی میکنی که اصلا وصف پذیر نیست، نمیتونم وصفش کنم. چرا؟ شما وقتی که به شوهرت خدمت میکنید هدفت چی است؟ کسب رضایت الله. کسب رضایت الله.
جزا اجر تو از خودت گرفتی. احساس اگه رو شوهرت بهت بدی کرد صبر میکنه. بیشتر خودت به طور نیکی میکنی تو بیشتر اجر بگیری. خب هیچ اصلا اینجا برات تصرف شوهر مهم نیست. خوبی کرد از خوبی خودشه، اجرش رو از خودش میگیره. بدی کرد شما کار بی ندارید. بعد خداوند متعال چقدر نعمت ها به شما داده، چرا نمیبینیش؟ همین فرزندی که تو شکمت هست چه نعمت بزرگیه. برو ببین چقدرند زنایی که آرزو دارن، دخترایی که آرزو دارن فرزند دارم. شوهر که گیرشون بیاد، تو گیرت اومده. دو وقت زنایی که آرزو دارن فرزند داشته باشن، تو فرزند الان داده خداوند بهت. میخوای همین نعمت بزرگ رو طرفش کنی؟ ناشکر نباش. شما پس مشکلت با خودته. مشکلت رو با خودت و با خدا درست کنی، بقیه قضايا حل است. احساس آرامش و سعادت میکنی، زندگیت پربار میشه. اصلا دیگه این مشکل که نمیدونم فلانی چه کار کرد به تو چه؟ مگه تو منکر و نکیر شوهرت هستی که بیایی به صورت محاسبهش کنی؟ بذار اون کارو تو قبرش، واسه قبر خودتو آماده کن. خیلی ممنونم. اگر اجازه بدید یک سوال دیگه هم به عنوان آخرین سوال داشته باشیم. بیننده فرمودن شما در برنامه گذشته گفته بودید که بدترین مردمان کسانی هستند که رازهای بین خودشون رو، بدترین زن و شوهرها کسانی هستند که رازهای بین خودشون رو به دیگران میگن. این شامل چه رازهایی میشه؟ مثلا انسان اگر با دوست خود درباره ارتباط بین زن و شوهرم حرف بزنه این مورد داخل میشه یا نه؟ ببینید عزیز من، رازها شما وقتی رفتی تو اتاق خواب درو بستید. چرا درو بستید؟ چون که نمیخواید که این به اصطلاح چیزی که اینجا اتفاق میفته جای دیگه اتفاق بیفته. هر آنچه که قضایایی هست مربوط به اصطلاح مسائل زناشویی میشه. این قدغن هیچ عنوان، هیچ یک از طرفین حق ندارن برای هیچ کسی این رو تعریف کنن. حالا جناب دکتر اگر منظور ایشون این باشه که مشکلی مثلا اگر به وجود اومده، حالا کسی بخواد به عنوان یک مشاوره با دوستی مطرح بکنه، خواهری با خواهر دیگری، برادری با برادری، بدون ذکر نام و یک سری اطلاعاتی بخواد بگیره مثلا تا بهتر بدونه این مسائل رو، حتی این مسائلی که هست، ببینید یه مشکلی هست اینجا، یعنی یه بیماری هست. ما این بیماری رو پیش هیچ که نمیبریم. پیش کی میبریم؟ پیش اهلش. پیش اهلش، متخصصش. اگه من بیام هر جا بگم که آقا سرم درد میکنه، من اومدم این خدام رو پیش بنده خدا شکایت خدا میکنم. این حقو من ندارم که بیام هر جا یه مشکلی برام پیش اومده این رو بکنم مشکل جامعه. مشکل منه. هر دردی درمانی داره و درمان هم به اصطلاح پیش کی هست؟ پیش متخصصش. اینی که من به اصطلاح با خانمم یا مشکلی دارم، یه مسئله هست، بیماری هست، این رو برم به خواهرم بگم، خواهرم به دوستش بگه، دوست فلان بره، تو کل شهر پر میشه که فلانی همچین مشکلی داره. چرا من این مسائلی که به اصطلاح این مسائل خیلی بده، یعنی خیلی اثر بسیار منفی میذاره. شما ببینید که جامعه، همه شهر یا هم حداقل فامیل فهمیدن که فلان شوهر مشکل جنسی داره مثلا. خب فردا هم خب مشکل جنسی داره. ببین شما یک کاهی رو پیش مردم انداختید، مردم اینو کوهش کردن. خب فردا حامله شد خانومه، مردم چه خواهند گفت؟ شما گفتید که ضعف داره، مردم نگفتن ضعف داره. مردم گفتن که بیخی از چی، از به اصطلاح از اصلا نداره. مردم کلان میگن نداره. خب بعدش شما متهمید، بچه‌تون متهمه، خانواده‌تون متهمه، انگشت اتهام پیش فلان و علانی هم کشیده میشه. پس چرا خواهر عزیز، چرا از لحظه اول عاقلانه فکر نکردی؟ مسائل ظریف زناشویی قدغن هست، به اصطلاح مطرح کردنش برای هیچ احد و ناسی و بهترین وسیله هم وقت در هنگام درمان این هست که دو طرف با هم اتفاق میکنن که مثلا بریم در این مورد، یا من میرم یا با هم بریم یا شما برو پیش فلان پزشک، پیش فلان نمیدونم شخصی که مشهوره به اصطلاح در محیط که به اصطلاح حکیم هست، نمیدونم به هر حال به این
یه چیزی از متخصص هست، خب میره پیش اون. و این مسائل هم مسائلی هست که هیچ ربطی نمیدونم به جادوگر و تعویض و این مزخرفات نداره. اونجا رفتید خودتو باختی، هر چه به خدات نزدیکتر بشی عزیزتری و حلال اول و اخیر حلال مشکل خداست، شافی خداست. هر چه پیش تعویضگر و نمیدونم جادوگر و نمیدونم نجومی و اینجور چیزا رفتی فالگیرا، به همون اندازه از خدا دور شدی. دیگه انتظار این رو نداشته باش که وقتی که از خدا دور میشی خداوند صداتو بشنوه. خیلی ممنونم جناب دکتر، تشکر میکنم از صحبت‌های زیبای شما. همچنین خدمت همه شما عزیزان عرض کنم که تمام پیام‌هایی که به دست ما رسیده و چه قبلا چه جدیداً پاسخ همه اینها بیان خواهد شد و عزیزانی که از طریق واتساپ پیام می‌فرستن به صورت خصوصی برای خودشون هم پاسخ همه سوال‌هاشون ارسال خواهد گشت و ان شاءالله باز هم اگر مطلبی باقی مانده میتونید با ما در خلال هفته تا برنامه بعدی سوال‌ها، نظرها و پیشنهادهای خودتون رو در میان بگذارید و حتما ان شاءالله به پاسخ یقینا دست پیدا خواهید کرد به یاری الله متعال. حالا دیر و زود دور اما سخت و سوز نخواهد داشت. جناب دکتر صحبت پایانی شما با بینندگان عزیز. عزیزان گل، اولا از اینکه ما رو همراهی میکنید در برنامه‌ها و از تشویقاتون، از لطفی که به ما دارید، خاصتا اساتید و علما و اندیشمندانی که با ما در تماس هستند، کمال سپاس و تشکر رو دارم. و اینه که یه دست تنها صدا نداره. الان بیایید دست در دست هم بگذاریم و همه بسیج بشیم برای حل مشکلات خانواده ها و این مفاهیمی رو که به اصطلاح اینجا مطرح میشه به هر صورتی که میتونید به عزیزان دیگه منتقل کنید و شما بشید سفیران سفره دل در هر جا که هستید. با امید الله متعال تشکر از شما جناب دکتر. همچنین از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه وقت خودتون رو در اختیار برنامه گذاشتید نهایت سپاس رو داریم. تشکر خاص از احمد جان، فرید محمد جان و جاوید جان و منیر احمد جان عزیز و حمزه عزیز هم اینجا پشت دوربین این طرف وایساده، دوربین اوتن بده احمد که ما ببینیمش، این تصویر رو داره حمزه میگیره. از همه شما عزیزان تشکر میکنیم که یاور ما هستید. ان شاء الله تا برنامه بعد و ادامه این موضوعات در برنامه‌های بعدی همه شما عزیزان رو برای متعال میسپاریم. از الله متعال برای همه گذشتگانمون بخشش، رحمت و مغفرت و برای خودمون استقامت تا آخرین لحظه حیات به مسیر دین رو خواهانیم. الله یار و نگهدار شما. جزاکم الله خیرا.